اهل خاندان ملاحت آب برف و باران را جمع می کنند. زیرا به لوله‌های شبکه آب شهرک اکنون تنها گهگاه آب می آید. بنامین گفتم که ما میکشونیم کوچه. اینجا تربه و آب 100 متریان. حاضر مثال آب آنچه وقت باز نه که خودش. از بهارستون آب نغز نه. نغز و مساقش نه نپار کتیا. ما از این کوچه ها میکشونیم. آب. یک همین نپار کلون شدگینده هم تو آب نبیاد آب نیست. اکثر ساکنان شهرک ادرسمان چند سال آخر با این مشکل روبرویند. در اینجا بیش از 16,000 کس و بیشتر آنها در بناهای بلندآشانه زندگی میکنند. به گفته آنها مشقت آبکشانی باشندگان بناهای چند قبته زیادتر است. bir haftaga 1 marta suv berilmoqda. در یک هفته یک مرتبه آب میدهند. آنهایی که نساس دارند همان وقت میگیرند. اگر نساس نداشته باشند حتی به آشیانه یکم هم آب نمیبراید. در آشیانه های بلند برای استفاده حاجتخانه و حمام خیلی از آب میکشیم. پول آب را هر ماه از 5 تا 7 سومانی برای هر کوبش میدهیم. وقتی مشکلی نبودن آب را میگوییم آنها در جواب میگویند که نساس همان میده و یا کهنه شده است. Suv qasdan qiynalvat biz. شهرک ادرسمان با بزرگترین کارخانه معدن تازه‌کنیش در گذشته معروف بود و مردمان دهه‌های اطراف برای شرایط خوب زیست و جای کارش اینجا آمده و مقیمی گردیدند. ولی تقریباً 10 سال می شود که کارخانه از کار مانده است و تأثیر حادثه به زندگانی مردم هم رسیده است. ساکنان میگویند سالهاست که مقامات در حل مشکلاتشان عاجز ماندند. رئیس پاسبه 4 تا کلان شدن، آقساقال شد، همیش برفته جالب میکردیم. دیگه ها نرودن من ایمینه یک تا خالم برفتن رسیه بین هر دامو رفته فقط اپشت آب میکردیم. پاسبه تنه معلش دا پاسبه تنه آب تورش معلش شبات همه نمیمونن. 6 کس که مجلس میکردن محکم کرده دروازه میموندن. ماها بیرنا نمیشتیم. آب در کار ما با آب. مسئولان اداره آبیاری شهرک هستی مسئله را اعتراف میکنند و آن را به مشکلات فنی ربط میدهند. مسئله آب نوشابه تنقیصش ایسابی که سالهای طولانی و نساس الکتریسیته آبکشی نساس خیلی کار ناشایم شدگی. گفتی زبان اورشکتی ازناز شدگی استفاده بردن خیلی مشکل شد از روز به روز. ما همینه دستگیری رئیس شرکتی رئیس اپریلف که بختیار سید احمد شرکتی همین کارهای تعمیر کرده آساسا برای ما شده. مسئولان خدمات کمونالی و منزلی میگویند برای حل این مشکلات به سازمان‌های بین‌المللی به مثل فاند آقاخان مراجعت کردند و انتظار جوابند. ولی ساکنان میگویند از بس که با این مشکل زندگی کردن دشوار شده است، راه‌های دیگری حل آن را جستجو دارند. مسئله آب ما همین حرکت کارساکمون یکی ما با این خالمان وازمی انفرماسیون مسئله مبلغ حاضر ما همین مسئله آب بس میته کردگی با مبلغ 8 میلیون روبلی روسی و ما اینا میخواد با صاحب کاروکتی با همین مهاجروکتی جمع کرده همین کار نساس استانسیه های بیان فرسوده شده یگون جاش کار نمیکند. همین ما با خطوم واسطنوید کرده همین پاسیول کبا 13,000 اهالی و آب کدی تعمیر میکردگی. نارسایی آب آشامیدنی تنها خاص شهرک ادرسمان نیست. ساکنان چندین دهه و شهرهای تاجیکستان از این مشکل شکایت دارند و مقامات همواره میگویند که این مسئله را زینه به زینه حل کرده ایستادند. معلوم نیست چون این حل تدریجی چقدر دوام خواهد کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر گلستان.